اگه خیلی وقت به طلاق فکر میکنید و تصمیمتون قطعیه اما نمیدونید چطور و از کجا شروع کنید و این مسیر رو ادامه بدید، این ویدیو به شما کمک میکنه. همونطور که ازدواج بر اساس توافق هست و دارای یه سری مراحلی مثل آشنایی اولیه، بله برون، نامزدی، دوران عقد و سپس شروع زندگی مشترکه، طلاق هم یه سری مراحلی داره که این مراحل توالی دارن و بهتره که رعایت تقدم در اونها بشه و یه سری مسائل قبل از اینکه تصمیم طلاق علنی بشه در موردشون فکر و تصمیم گیری و برنامه‌ریزی بشه. مهمترین مسئله در طلاق وضعیت فرزندان مشترک خردسال هست. وقتی صحبت از خردسالی به میان میاد معمولاً سنین زیر 7 سال مد نظر هست. اگر این فرزند قراره با شما زندگی کنه به این فکر کنید آیا تأمین مالی داره؟ آیا شما از حمایت و پشتوانه لازم برای تأمین کودک برخوردار هستید؟ آیا از نظر روانی و عاطفی برای کودک بهتره که با شما زندگی کنه یا با همسرتون؟ و چه برنامه ریزی برای آیندهش دارید؟ میتونید تا حد امکان از تأمین نیازاش بیاید. بحث دوم امور مالی هست. آیا شما با خودتون جهیزیه برده بودید و وسایل مشترک و وسایلی که مورد استفاده مشترک قرار میگیره متعلق به چه کسیه و چه کسی اونها رو خریداری کرده؟ اگر شما خانم جهیزیه داشتید بهتره اول یک سیاهه و لیست از جهیزیه تهیه کنید و حتی الامکان اونها رو مستندسازی کنید. منظور از مستندسازی چیه؟ اگر میتونید فاکتور تهیه کنید یا فاکتورها رو از قبل نگه داشتید و به لیست و سیاهتون اضافه کنید. اگر شاهدی دارید که میتونه در دادگاه برای شما شهادت بده با شاهدتون هماهنگ کنید. لیست و سیاه رو که تهیه کردید، بحث دوم از امور مالی، طلاها و هدایایی هست که از شوهر و یا خانواده و بستگان شوهرتون دریافت کردید که معمولاً طلا و بچه نقد هست. بچه نقد چون معمولاً خرج و هزینه میشه و به اصطلاح حقوقی تلف میشه، در اینجا موردی برای صحبت کردنش وجود نداره. و اما طلاها، ببینید توی پرانتز من عرض میکنم خدمتتون، در همه مسائل اول توافق، دوم توافق و سوم توافق هست. راه حل قانونی مال زمانی هست که توافقی وجود نداشته باشه. اگر میدونید با پارتنرتون به توافق نخواهید رسید، ما راه حل قانونی رو توصیه میکنیم و همون اول به سراغ راه حل قانونی نمیریم. قانون مال زمانی هست که شما توافقی ندارید. در مورد طلاها، شوهر و کسی که اونها رو به شما هدیه داره میتونه از شما پس بگیره و به اصطلاح مسترد کنه اگر عین طلا وجود داشته باشه. اگر میخواهید طلاها رو به عنوان بخشی از مهریه بردارید، راه حلی که وجود داره تعویض طلا هست. یعنی شما میتونید این طلا رو به نوع دیگری مبدل کنید و فاکتور رو به نام خودتون کنید. و راه حل دوم این هست که اصلا طلاها به پول نقد، به بچه نقد تبدیل بشه و هزینه بشه و خرج بشه و دسترسی به عین طلا یا ما به ازای طلا وجود نداشته باشه. مسئله دیگر مالی، مسئله سوم مهریه هست. ببینید شما اون 10,000 سکه، 2,000 سکه، 3,000 سکه اینها رو از ذهن خودتون بیرون کنید. در هر صورت مهریه‌ای که به شما تعلق خواهد گرفت به صورت عملی مهریه‌ای هست که در توان شوهرتون باشه و بیشتر از توان شوهرتون معمولاً یا تعلق نمیگیره یا به صورت اقساطی میشه که اون اقساط هم قابل تعدیل و کم شدن هست. اگر اموالی به نام شوهرتون وجود داشته باشه مکلفه که مهریه شما رو از اون اموال بده
و در غیر این صورت بنا به تناسب وضعیت مالیش مهریه تقسیم بندی میشه. یک سوالی که ما باید اینجا بهش بپردازیم بحث 110 تا سکه هست. این طور نیست که شوهر مکلف باشه به اینکه 110 تا سکه رو بپردازه. 110 تا معیار و ضابطه‌ای برای جلب و عدم جلب محکوم علیه هست و ربطی به میزان پرداخت نداره. ما حتی الامکان موارد مهمی رو که باهاش مواجه خواهید شد در اینجا بازگو کردیم. اگر شرایط استثنایی دارید مانند نداشتن تأمین جانی، نداشتن تأمین روحی، این موارد استثنایی باید حتما فکر دیگری براش اندیشیده بشه. در این موارد سعی کنید حتی الامکان در محلی که به شما آسیب زده میشه نمونید و به محل امنی برید. به شما توصیه میکنم اگر همسرتون اقدام به ضرب و جرح‌هایی میکنه که جبران ناپذیرن، به عنوان مثال یک کیسی که ما داشتیم به چشم خانم ضربه وارد شده بود که یه جورای غیر قابل جبران بود، سلامتی چشمی برگشت پذیر نبود. در این موارد یک کیفی تهیه کنید و توی اون کیف تمام مدارک شناسایی و لوازم بهداشتی، لوازم آرایشی، لباس مورد نیاز، لباسی که باید به اماکن قانونی مراجعه کنید مثل دادگاه، لباس مناسب تهیه کنید و توی اون کیف نگهداری کنید که اگر احیانا شخصی خواست اونها رو به دست شما برسونه یا در موارد اضطراری که پیش میاد که همسری که وضعیت روانی مناسبی نداره زوجه رو از منزل بیرون میکنه، اینها در کمترین فرصت قابل دسترسی باشند. اینها رو تهیه کنید و توصیه ما به شما اینه که این مسیر رو بدون مشاور طلاق، بدون وکیل جلو نرید و اگر هم از نظر مالی در شرایط مناسبی نیستید که به وکیل شخصا مراجعه کنید، کانون وکلای دادگستری یک نهادی رو در نظر گرفته که اون نهاد به شما وکیل رایگان میده به اسم اداره معاضدت. در هر شهری که هستید به اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مراجعه کنید و درخواست وکیل کنید. ما بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم و السلام علی من اتبع الهدی.